تا حالا شده کل روز انتخاب‌های کوچیک کنی، آخر شب حتی نتونی تصمیم بگیری چی بخوری؟ این حس خستگی تصمیمه و تقریبا هممون داریم بهش دچار میشیم. مغز ما برای هر انتخاب انرژی مصرف کنه، از اینکه چه لباسی بپوشید تا اینکه چه پیامی بدید. وقتی انتخاب‌ها زیاد میشن، مغز کم کم خسته میشه. نتیجه تصمیم‌های اشتباه، خریدهای بیخود یا اینکه کلاً همه چی رو ول میکنیم. برای همینه خیلی‌ها شب‌ها رژیمشون رو میشکنن یا خریدای الکی میکنن، چون ذهنشون دیگه جون نداره. راه حلش چیه؟ تصمیم‌های کوچیک و ساده بکن. مثلا لباس رو از شب قبل انتخاب کن یا برای غذا یه برنامه ثابت داشته باش. یادت باشه انرژی ذهنی مثل باتریه. حیف نیست خرج انتخاب‌های بی اهمیت بکنی.